10-15 روز بعد میزنم بود. Так по закону باید 25 روز بعد یا بود بزنیم. چین پنج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب هستی بچه‌ها؟ اینجا نازی چطوری؟ فلسفی صفر. سلام موی سر برآمده. واقعا بله موی سر برآمده ان شاء الله. ان شاء الله سلامت باش. یک بودم ما جمع شدیم مسئله مهم است صحبت کنیم. مثلا همین دوم رابط نیست که شخصی که تأمین میکنن با کار مادر و زنهای خودمون بعدی به خدا میسپرن شو میرم. Это брата закончили, да? Или стажеры? Нет, стажеры. Половина осталась. А брат, сколько начинаете? Просто первый опоздали. Сейчас опоздал. نمیدونم با موشه پناهش ندسته بود. السلام علیکم. علیکم السلام برادرم. بسیار الحمدلله. بچه ها مسئله همین چی را گفته استفادم خواهرایی که با کار تأمینشون میکنن یعنی که خواهرایی که با کار تأمینشون میکنن اما خدا رحمت کنه گذشتگانشون مادرایی که یعنی که خواهرها را با کار تأمین میکنن اما متاسفانه گپ به اهمیتشون میکنن باید در گیجا کار میکنن چه کار میکنن. هم مسئله رو یک نوار کنیم. هم نوار اگر بتونی باید پهن کنی دستگیری کنی دوستان. علیکم السلام. علیکم السلام بچه وحده الله برکتون تیه. خواهر مقصد طولی چند بار شدیم دخترک رو میکشن قتل میرسونن یعنی دامرباد نیست شو اکت مقصد از سخن می نیست که یا ترساندنی هم شما را میکشن شو به قتلش میرسونن
متاسفانه به اهمیتی است. وقتی که همین شخصایی که با کار تامین میکنه خواهرها را التماس اول بفسنجه گیجو کارش میمونه کی است چی است در گیجو هسته بعد با کار تامینشون کنه خواهش میکنم التماس مادر عزیز. خوب سلام علیکم بچه های پیتر سلامت باشه حالا برکت. سلام علیکم حاجی. علیکم سلام دوستان. با اون خاطر انشالله امروز یک نوارک میکنیم. یک نوار همه که نوارمون پسلیدیم برای کوتاه یگون реклама خیلی باشه درازش میکنم تره هم مثلیش همش از شورت میپرتم. سلام علیکم بابا جان. ای 5000 ده از 5000 که در کار شده دوشنبه سه‌شنبه. خب با اون خاطر بچه ها خواهش میکنم بچه‌هایی که در تاجیکستان هستی که مقصد پزنی نیست الله نگهبان باشه خواهرها و مادرامونه با سبب‌های گوناگون مقصد شوهرش میبره طلاقش میکنه خیلی یگان یعنی که خواهر میگرده به خونه مونه التماس همه نگه کنی یک لقمه نون بتیش با بوی زناتو نکنی. سلامت باشی. خواهش میکنم با بوی زنها تو نشه. من نمیگم زنها تو دوست نداره دوست بداره اما نکنی خواهرها را در بدر نکنی. خواهرها را رسیه روی نکنی برید گودک خود نگه که همون خواهر این همی مثال میگم یک دقیقه اوقات میکنی هر روز 5 کارتشکا میدازی قطعی زنت بخری همه دسته چیکار کن کارتشکا دیگه از دیوتا پارتو خواهر تابتی خواهرها را نبیوری اووردشون مسکو خطو نگهشون کنی حرکت کنی کار نمونه شو زن هستن. خداوند خیرت یا التماس صد التماس خواهرها را درکش بیوی خاکاز یک گپ شیدگی اروز سوزیم دو دورن یعنی خواهرها خواهش میکنم التماس میکنم از تمام مردم تاجیک از مسلمان ها خواهرایی که به سبب های گوناگون از خونه شوهرشون میآیند اصلا که خواهرها در خونه شوهر باشن هم خونه شوهرشون هم مستحکم بخپن طلاق میکنن بش میکنن میاریم مسکو کار پر خوب نمیشه بعد اما استماتولوگ بنویس برادر 937 733 93 93 8937 733 93 93. خداوند خیر کنه. برادر عزیز التماس خواهش میکنم همین مادرایی که دامرباد نیست میگیره یا موی سفید نگاه کنی میگیره یا که کامپیر نگاه کنی میگیره التماس خواهش مادرها شما حقتون نمیگیره. مثلا میگیم همون کارها را با 35000 45000 شما البته مهنت میکنی آدمی باوری باید بیاوی تامین میکنی خواهرها را بعد نظارت کنی کیان بعضیش بعد کمپیرو را نگاه میکنن نبیرهاش میان خواهرها را غم میتین و بعد کیای میان بچه هاشو غم میتین. التماس خواهش میکنم سلام علیکم بابا جان. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. شوخی کرد بس کنه بچه با اون خاطر خواهش التماس صد التماس از شما میکنم مردم تاجیک مسئله خواهرها را به اهمیتی نکنی. مادر تاجیک هستن خواهر تاجیک هستن با خواهرها سحری که همین کار رفته ساعت 5 ای کار میبروی 4 میبروی 8 میبروی راست خانه بیا هر جا گردک نکنی. حاضر همین طرف روز که افشین و همین گپا و برای پروکاتسیا بسیار شدگی التماس مادرای عزیز بچه ها راست ای کار خانه بیایی در هر جا نبگرده وقتای نماز شید. من نمیگم نماز نخونه نماز در جای بخون که یعنی که یگان کس زلال رساندت نتونه برای که پروکاتسیا بسیار شدگی این یک مدت هست میگذره خب خواهش میگیرم التماس میکنم احتیاط باشه بچه ها. الله برکتون تیا ای کم خوب الله برکتون تیا با اون خاطر الله خیر.
خواهش میکنم التماس میکنم احتیاط حاضر کمتر مثلا یوریست راست یک یوریست پانکر نمانه نه تنها یک برادر تمام آدم پانکر شهرت الله لعنت کنه حاضر یوریستی باوری هم نمونده اینو هست یک برادرها میترسی از یک کس سوید بتی کارای خود ما میبینه سوید دادیم در بلا زدیم علیشیر شریف زاده بیو بس که پروکاتسیا نکه برادر خوبیت نمیرسه زلال نرسون از نمی کار چه که یکون گپ نگم سلام علیکم در پیتر هست یکون زنک کار در قبول میکنیم و بارشیچه یا نه کارخانه ده نمیدونم شاید باشه نظر دنایف اکه بوجون چی اکه بوجون آبگرو 937 733 93 93 واتساپ خدمت بچه ها هم اکه بودیم بخش برادر جون نه من زبار کرده سودم زبارها من از روز 2017 من سر کردم این کار رو الحمدلله تا حاضر من کرده استم الحمدلله حق یگان ذات نخوردم نمیخورم این خوردنیم نیستم توش تو در سر من میبیای این تهمت است و هم خاطر این سوره باید پرایل نفهم شیرینه پاتت منید نشده ای گپا السلام علیکم واقعا بودم چه شما خوب استاد برا چنجی نازی کراکو خوبه شکرانه خدا بیشتر شما چه تازه الحمدلله شکر چول داری هیچی گشتن شکرانه خدا برد در سری اینجا غریب ده کجا کار دارم همارم در غربی چیکار میکنید خدا هر یک مورد میگه هبونه همین الکتریک منم داده الکتریک کلشتم هم داده خدا می‌آوره جای سلامت باشه و هم خاطر برادر عزیز الله نگهبان تو باشه هر کجا باشه احتیاط باشه خود میدونی در پرمای افیری ها میدانم که بودم گالات کردم که با آدمی یه روز یک کس میدروید در افیر میگم که در افیر ای سخرین میشه با گالات مینم رنگی حاضره میگم یکی بچه‌ها دور اومده احتیاط باشه که یکی در سخرین یک غزم میزنه اکجا من نفهمیدم خیلی با واتساپ من زنگ زده شدم مهدر اکا او دارید که گفتم دیگه او دارید نمیشه سیویل بچسبه داده میگه که سیویل چسبه میگه الکتریکی چانسی میگیری سوال داده سیان هستم 5 تمام 5 نیم خیلی اینه 150,000 بگیم ها نه اگه ما 3 روز پورا کار نمیکنیم یک شنبه و دوشنبه 26 27 روز میشه فهمم پاتین چند میتی پاتنت 8900 میسپرم کوارتیره چند میتی 2000 2000 میتی چند نفره 8 5 نفر بهترین پیتن چند سور از خود میکنی 10,000 جمع کنیم میرسه هم با شوینه افتا با میاریم هم چی در عبیدینه پگه عبیدین مانده بجای کارم الله برکتون تیا اگه اینجا اومدی برای احسن دستم کار کردن از زندگی را پیش بردم الله هدایت کنه خداوند نگه تو بداره برادر احتیاط باشه هر جا باشه بچه هم یک قریب 500 نفر همه اکران دست در اکران بزنی لایش تو آدمای گوناگون بودره دادر جون الله نگهبان باشه یگان مراجعه داشته باشه یگان کس اگر گفتنی باشه بچه‌ها را گاوزن شیرینه که با دیگر را پیوست کنم همین بسری خم آمدن همینجا درگم ساخت سلامت پیش برای مادر برگردن الله نگهبان باشد سلامت باشه برادر الله برکت من یک هم بخدا خب برادران مسئله ازبک گفته سوده مسئله ازبک مقصد من همین بود که برای بخشش پرسه با زبان روسی حرمت بخشش پرسید
اوس شخص با ارگانو دیده سودیان که اگر من دامو افیر با سخرتش میکردم خدا نکنه بسیاری اگون بعضیش مقصد از روی نفهمی رفتن اگون کورچم بزدن با میگه با وجود ده بلو و اون خاطر من که در کار بود الحمدلله بچه‌ها گرفتم از همه الله برکتون تیا. سلام علیکم ای شهر ایرکوتسک آجی الله سلام علیکم. علیکم سلام برادر به همه سلام خدا خیرتون تیا الله برکتون تیا که با وجود سر شدنگی خورد پشته که سری ملنگی خورد پشته که الحمدلله کال باشن نار باش میگن بگاری میجنی از گواری و این برا با بخشش کار بود نمیشه او را برادر جون حلیموف نکنی هرچی السلام علیکم انشالله خوبی الحمدلله یگان جای کار نیست در تاجیکستان بیکار یا چی شدیم تاجیکستان کار پر است السلام علیکم اکا جون السلام علیکم. تو دست پرما افیر میدونی اکا ها اکا جان. شتابی با دبالو نزنیم بگرد بگو udali چی که udali نمیشه شده نه چه زندگی چه خیلی کار استقل سوز الحمدلله همین خدمت ایم اکا چی یول داری کار باتون سوز را ما کار باتون سوزای همه سوزان فضل خدا الحمدلله اکا جون شکر میشه دایم کاری نورا ما هم اکا جان سری من در اینستاگرامات نوشتم جواب ندادی یک کار بار بود مسئله یک جا مقصد دستگیری کردن نکار بود لابا اکا جون او اگر چی باشد به ملال باشد اما لیشکه خود در بنویسم همون نامه خود که چک کنیم نمره نکنم من نویس نمره واتساپ او اس ام اس من در یک روز الحمدلله به تعریف قریب 70 80 تا من امکانات جواب دادن شد نمره واتساپ من نویس در واتساپ من بعد افیر با تلفنش یک خب تلفن نمره واتساپ حجام کارخونه را میتیم در حجام را اما واتساپ در دست خدمت میتونی بعد افیر قاچی بعد بنویسی ان شاء الله نویس 937 تمام جواب نیست اکا جان 937 733 733 نه 733 خب 733 او 93 93 93 جواب نیست اکا جان 90 من در همون چیت می نویسم واتساپ بود تمام یک کاری بعد مهم بود افیر همین کار به انجام رسانه ان شاء الله با قدر امکان خدمت دهیم برای در واتساپ جواب نیست نویسی در پناه الله همه غریبات سلام خوب سلامت باشی مالی مالی خوب خوب جمشید محیدینوف او را چورش دیدن در کار شیرینت خیلی چورش بینیم کو بگو خودم هم تا بینیمش والا امی اکای با وجود شخصی خوب که دایود داری یک سال پیش مرا یک کس پستوید کرد صورت به ما روی کرد گفتم من صورت نکی اول ما در زنگ زدید ما گفتم گپ حقش نری که سلامت باشی خدا خیرت نه مسئله همین بلاگرها همش در نظر ندارم بعضی بلاگرها برادرای ما کلیگاها بگیم و یک کس مراجعت می‌کنه حرام خرا دز داینا قسم دز دایو کی این دختر زنگ میزنه بچه زینوم کاری بچه لاتم کرده مسکوا همه وقت سراستیما نشه اگر همو آدمی که یعنی که جبر دیده که شکایت مینه از روی یک آدمی بگیم بنام مشینیک بنام حرام خور بنام دز بنام قاتل تو دستیوی از نبرویا شما روی اکران نبروره یگان کسا خواهیش میکنم بلوگی رو التماس میکنم من بعضیش هم میبرورم میگم همین برادر گم شیدگی بچه ها اگر که کسی دیدش زنگ بزنه من درجه اگه دروغ هم شوه خدا ببخشم یعنی شتابی همو آدم دستیوی از درو میگن من گم نشدم تو چه من پارتوفته من میگم برادر جون سومی این برادر 500,000 ش یا میلیون ش ای دز دیدی خوار زینو کردی خوار کشتی این خوار مقصد چی میگن پاتنش جزیر کردی بعد هر دو طرف گوش کنی بعد بروری برای چی در حالتی که شما یک مرده اینه یا بچه 25 ساله خطا مینه دزدی مینه یگو ماشینی که مینه روی اکرانش میبروری کی در حیات خطا نکرده هممون خطا کاریم یک کس یا دزدی مینه زینو مینه حرامی مینه گناه گوناگون در حیات میکنه با هم خاطر چیکار کردن در کار او بچه خیش توار داره هیچ کنه داشته باشه خسر خشتمان داره همسایه داره پگه روز میره در گیجا در هم قشلوق سرخ چخین میبردوره ای یا دوری دز داده اکرام برو وارده بودنش با هم خاطر برادرها بلاگیرها و من برادرها را گفتم خواهیش همه وقت ده جانی به گوش کنی همه وقت حرکت کنی پس اکران کنی ما بعضیش حرکت می‌کنیم روی اکران میبریم کار از کار میگذره یعنی که اون مرده که بارزگی مینه
زوری میکنه هیچ کار کردم که فلان تو کدگیم خیلی هستن خیلی میگم تو زور بعد روی اکرانش میبری بعد زورکنی هم میبینی البته روی اکران بروردن او آدم بدون که بعد اینجا مقامات بعد اینجا جوابگاری بعد قورقش میکنن خوب خیردین گدای نیست که رنگی تو الله لعنت کنه همون چیزی که اگر تو در نظر داری همایمون باشو بعد تماشایی هم باشیم یا تو شیرینه این بهترین دعا است که یک پادپیس کدوم بدم جا من یاد داده بود طول یک سالش استفاده از بردم الحمدلله خب یک بار دیگه نمرات 937 733 93 93 حجامه من است اما واتساپ در دست من تلفن در دست دارم با واتساپ من نویسید زنگ نزنید دهنی افیر خب دوستو باشه سلامت با اون خاطر هر نفره که حاضر همین دامربات نیستمتی دامربات نیست خواهرا میگیره خواهرا را زنها را با کار تامین میکنه التماس بسنجه وای کیای آیا همون ارسته که کمپیره یا که مسافد نگهبینش میکنن خونهشون قلاوری میکنن همه یگون بچه داره کچه داره پگرز نه یا بدروی نویرش به او دختر ابخبا زینو کنه پرتویا شرمندگی شوه موی سر چند سوم در برآورد که بابا جان همین موی سر من در 140,000 بگیم شده نو ایروی که من رکلامشو میکنم ایمون بپله اگه 140 یا 120 ساعت وابسته به کلی سرتونه بچه نری سلامت باشید ما جراحی رفته است دوستان جراحی رفته است خب باشه آخه افیر نشون تیم نشون ندادم پرسیدم پیشکی خوب نشون نمیشه доктор Амонов дар метрои Белорусский. Где телефон ваш? Звоните, это я уже сказал давно, чтобы мне пускай там пишет на эфир номер телефона, к сожалению. Сейчас сказала она, вот ничего не писать. Да, я позвоню просто сам. Вы работаете. Один звонок делаешь. Сестра позвонить. میگن عیسی مومن حرامه شما باور کن شرمنده دیگه алло салом алейкум это я бобоҷон да я 10 сказал уже 20 пошел ака бобоҷон болора бخون خوب болора чӣ намси шерина розӣ خب бахшиш кадми саволта ҷавоб нафт бо асанас валлоҳи ака бобоҷон бахшиш خوب чӣ бобоҷон шахси хубай ака да ёд дори як сол пеш мара як кас поставид кад сурат ма роид кад гуфтум мон суратша не ки аввал мада занг задӣ ма гуфтум гапа ҳақша нарида ака фаҳмидам акаҷон бара ҳамон воз ҳам сухани ман барои ҳамин қабил шероинат ки яъни да ҷониби ҳамавақт гӯш кам на программа амина дар питер намешавад истифода бурда бародарон намедонам ман дин ҳами як ролик ҳамондам даҳми як ролик рақам мондам яъне кадме ки бачаҳо патент барои проверка патент дар база ҳаст регистратсия оригинал амина плюс трудовой договор плюс хулоса ҳами як қиёматан да ҳамаи чӣ кор кардам гуфтам занг бизанед да ҳамон канали ман омаде да видеони да шортс бидрои ҳастанд навиштам бобоҷон валиев чӣ навишта валиев чӣ навишта мега болора хон навиштам ҳоҷӣ да ами москва права барои автобус нест ягон шинос бигирем яъне ки ҳамон автошколе ки ман рекламаш мекунам чӯтам автошколе ки ман рекламаш мекунам ҳамая занг зани дӯстои худо да ҳамҷа чӣ аст мекунад праваи автобус ҳамаша мекунад яъне мехунӣ як ҳафта 2 ҳафта рост мекунад метияту одам саволи мара ҷавоб метиёни успех накардастам бахшиш саъдӣ саъдӣ шерозӣ буд чӣ буд чӣ нависис хуб саъдӣ шерозӣ чӣ нависа бахшиш успех накардастам охи дӯсти худо айвай да айманабхун бо пафтор бинависиш хубтар мутаассифона наёфтам шеринар сероно тоҷики хидми саломат бошед ба он хотир дӯсто гармам шид бахшиш майкама бурормо ну картама верни бода бало назарам
بگو. سهرو شیروی نر قطعی قچق کنیم ها. خوب دوستان گاب نیست که بابا جان از کجای تاجیکستانی خداد؟ من ای تاجیکستان ای درنی جگر است، ای داخلی تاجیکستان تاجیکم. نو جای زادگاهم الحمدلله ناحیه رشت یا غر میپیشینه از غرم. چی دکتر همو آدم ای دکتری ای خیرورگ ای پلوس موه میچسبونه. کدمید موهای سرتون کلان مترو بلاروس کی مترو نیکراسوفکا اصلا بلاروس کی ای боли комфортне جوش خوب است آرام است میتونید در بلاروس کی کنید. سلام علیکم بابا جان 81 реклама ку подписаться кунан ма ай Санкт Петербург футболист илтимос мо по-братски течев Руслан ма рӯзои наздик Санкт Петербург миём иншаллоҳ чико кунед биё ай пеш реклама мекунем мин доктор Амонов фақат ин Салам алейкум. кто лис я говорю пускай приезжает на Беларусь. Кто хочется на пересадку волос, проходите к нам. Не стесняйтесь, обращайте администратору. Все на таджикский написали? Да, таджикский я понимаю. Да. Здесь вот мне написал какой-то Ван Дам, говорит, ты один на один со мной выходишь, я говорю, нет, я боюсь, потому что уже имя Ван Дам, оказывается, он сам сильный. Хоб. Баракаллах. Нет, не надо ничего, сейчас вы работаете, я приду, просто съемка делаю и ухожу. Некрасовка, кучуста, да Некрасовка, чья? Улица Лепчанский, дом 9. Лепчанский, дом 9. Суми коля тишид машиник. Рустам Дангара, Аллах хидоят кан. акаҷон аллоҳ таоло аз шумо ва аз падару модари шумо розӣ бошад иншоаллоҳ. гулнисо аллоҳ баракатон киям модар. ҳоҷӣ зинда бошӣ, ҳурмат мекунам бародар. бала рафиқ саломат бошӣ. старши валиев бобо мезани не душманта фалон кунам. Душман аллоҳ ҳидоят куна то дӯстам шава. Дӯстора бисёр куна. Ин душманӣ чӣ дар кор? Аслан тоҷик ба тоҷик ҳизмаҳал душманӣ нест. камтар бахилӣ аст. Душмани асосии тоҷики мусалмон ин яҳуд аст. ин израили бадбахт аст. Тамом. Мо байни ҳам душман нестем. ин ҳамин қадр душноме нест. як бор бахшиш мегӯ бародар мебахшӣ мерам. ин душманӣ нест. ан душмани худо, душмани мусалмон ин кия яҳуд аст. мо камтар бахилӣ мекунем мегзара. парвардигор ҳамаи моро ҳидоят кунад шерӯи нар. Сарбуланд бошед. гапа надорам. саломат бошед бародаро. бедахоноба аҳамият натиҳ. салом ҳоҷи ака, ман ба шумо нависта будам ки ёрдам кунед гуфта илтимос ёрдам кунад. Парвина ки модари азиз ина ҳоз дар ҳамин эфир будро чӣ кӯмак кунем иншоаллоҳ гап занем. бахилӣ че домло? ман домло нестам, ман бародари шумо ҳастам. бобоҷон гапа надорам. саломат бошед. сафаро кайда Санкт Петербург ака. ҳозир иншоаллоҳ шаҳри Казан мерам. оғузмеди уҷара реклама мекунам барои бачаҳое ки дар Казана намедонанд. баъд аёҷа шаҳри Санкт Петербург иншоаллоҳ. ҳамонҷа Санкт Петербург ки рафтам гоҳ эфир менам ё видео мекунам. баъд биё иншоаллоҳ. ТЧЧ спор Руслан навиштагӣ ку. салом алейкум аз ноҳияи Рашт аз қишлоқи Қизроғ. Рустам саломат боши ҳамшаҳр. медонед Ҳусайн чӣ гуфтагӣ? чӣ? медонед Саддам Ҳусейн чӣ гуфтагӣ? Не акай бобоҷон чӣ ба ки шумо ин қадар хизмат мекунед ба ин миллати худмон бо гапот мезананд. э мардум наметонед хубӣ карда бадитона нарасонед. чӣ дар кор? гапи лишни як хелота гап
تون ده خانهتون نمیگذره. بله بهترین انسانی همون است که دومنشه بخش الله هدایت کنه ما و شما. آمین. الله برکت یا بر قصد دشمنان بلد. السلام علیکم اکای بابا جان، یگان دختری شوکه نیست برادر زنی دویم گرفتنیم. الله خیرت یا توبه برادر که نماز بخون دلیره رنجاندن چی در خب. بله سلام علیکم. السلام علیکم اکا جان، در پرما یکی درک داره که بعد با پگرز نگو اودالیش که اودالی نمیشه. Assalomu alaykum. O'zi so'zi kenji yakan ta maza unesa jom joy changa خیر است. سلام علیکم اکا جان، خوب هستی تنجی؟ Alhamdulillah. یک سوال داشتم چند کشید برای همه حج مقصد حج رفتن همه آدمایی که پاتنت قطعی میتونن رفتن اومدن. خب اگر پاتنت نو باشه من سویت برادرانم همه یکی نره، برای که ایوس میره میای باید پاتنت علش کنیم. قریبی تیورشوی باشه با گرانیس پیریسکت کرانی رفتنی شیدنی باشی، برای تو گرانیس پیریسکت منی میگردی میای 30,000 از خود میکنی، همون 70 تا یک خوشکه 100 تا میشه میره میگردی میای. اما بدونه که شما میره میای برادر الحمدلله اگر خدای میچون چی داشت یا تگش Как раз агане لولد میشه. yani 3 ماه پس تیور میشم خیلی میکنه با هم شرکت چند خدمت اگر بخوای نه توره چند روزه های حج شما زیارت های خونه مکه و مدینه گسنیتسا 15 روز همه تماشاها میش درویا با غیر خروک $200 یک خوشمنی خروکا تمام. $1400 $1400 $1200 باز یک دلار خودش 80 اگر که $1200 باشه 100,000 میشه و اگر با خروک باشه مقصد 120,000 میشه. 120,000 میره میای با 15 روز زیارت ها رو میکنی میای. نو همون لبای سلانه یا $400-500 گرد داشته باشی خاک اوجا مارژنیکن میفوره اوجا یگان ششلیکن میفوره اوجا یگان سید میفوره که دمو در خراکای ما توغری نیست. مثال گپ او سورا میگیری یگان کس با پدرکم میگیری البته خیر 50,000 گپ میگی $500 $400 گپ قطعی میگیری. اما یگان پرابلم نمیشه حساب پاتین کردن نه برادر مثلا نه ان شاء الله تو با ایوس میگراسیون که نو میگیری میوی. فهمو این جای شرکت شما رو یک جا بیرون موجی این همی یا حجامه با وجود 88 مترو لوبلینو حجامه خود میای یا که پیش مسجد پرسپنگ میری با هم قربی مسجد در دست راست یا تا زمزم مارکت میگن مغازین همونجا مترو ان شاء الله چیکار میکنی همونجا شما را میگیره نام نویش میکنه ان شاء الله. ما خدمت غرم با اونجا خطابینم خوب میشه. سلامت باشی ان شاء الله. بی خدمت دیم کجون بی تشویش. خدا نگهبان شما رو کنه. سلام خیرتون تی الله برکت یا کجون دوگو باش. تمام کجون. خب سلام علیکم الله نگهبان باشه. آواز میبرو مکه اودالید. خب برات خلقی غارم فقط در خدمت باشم. با پیش سلامت باشی کامرا. خب دیوم زنگ گیریم پیتا و سمیتی بابا جون یگان نفر دیم زن تفسیه نمیتیم. نو بگیری خوب است اگر در حالتی که شرایط داشته باشی. اگر بگیری خوب است. نو اگر در حالت داشته باشی در حالتی که چی بگم همین یک نمود یک خیله اتمایی دخرشو یک خیله نگه بین شو کاره بتونی بعد بابوی زن یک کمت کنی وای عذاب بکشه نیستوی تویو بعد جنجول این همین خیلی منظورم که نمیرسه همین یک زن بس مای
سلام علیکم اکا جون. سلام علیکم اکا جون. سلام علیکم. مرو نمی با خوراکش رویم عذاب میکشیم. مردکی من رمضان در رفت بودن عذاب کشیدن وقت با اوقات خریدن نگذرونید. عبادت کنید با وقتش بیاین خورید. ای اکا همون ازبک چی شد؟ ازبک بخش پرسید رفت هایده میکاجی مسکوا در یگان کاری خوب نیست. کار پر است وابسته از استو از هنر است. اکا با وجود آخی نگاه بینوش مینیم آخی خانه و در داشته باشه با خوب. خدا خیر ده میگه که اگر زن بگیریم با خونه و در داشته باشه با خوب. نکه ایتالیا با در بعض همه شخصای خداداد میگفتن در من خداد نه. مقصد از اینه که خداداد نیستی یا من مو با دوایون هم او آدم خونه و در دوره با خیلی در تاجیکستان که در جونه. سلام یخشم سز الان نگهبان باشه خداوند فرزندان عمر دراز بده تن صحت نصیب کنه. خودت چند زن داری اکا؟ الحمدلله یکتا. واتساپ بنویس زیرینه چی؟ سلام علیکم اکا بابا جون. یک تاجیک فریب کرد وطن دهی چی کنیم؟ در مسکو باشه برای در پاسپورت شکایتش نویسی. خوب برادر جون پاسپورت شکایت نویسی شو. اکا بابا جون یا برو چت کن. راست اکا بله. شما دوزدین نه یا بار دیگه چلیکات نشون تی چند زن داری؟ الحمدلله یک تا میگم. زنگیرم زنی دویم نه نگی برادر جون همین الحمدلله میام فرزنده گو تا بگی زن تا بگی چی در کن همه سومی کله خوردی فرزندو تا یاردم کده استی قسم خور یگون کس نخوردم الله لعنت کنه خرنده شه با تحمت شه چو یک تا دارم میگی ده چیلینگ ای آخی یک چیلینگ نشون میتی خوب نیست ایتا نشون میتی خوب نیست با اون خودی هرچی اجا همینی که غوصه های خشلون نشون میتی شتو ببید نشه آیت هم میگه بچه موی سر گبزن ارزان شید آجی وابسته به موی سرت البته برادرو این همه رقم‌ها در پایان استگن از 4 طرف صورت بگیری متر بلاروس که در مسکو باشه نیکراسوفکا به حاضر بی دو زن ها فهمین آخی دت چیلی کرده از ساس تاجیکیسیزمی. خب بابا جون چیلیکوت یک بار دیگه نشون بتی نری نگیره برادر عزیز بس کنی بیام سمیه نکنی یک تا اینا یک تا واجه همین بوزی را در چی میبینی؟ بوزی را همون بوزی چهار پرس برادر من بز نیستم از پدرم در مسکو ای همیجا حج رویش کنیم دوشنبه اگر ای مسکو دا باشه بعد دوشنبه ای اینجا حج روی مینه حج تاجیکستان میشه ای دوشنبه باشه هم دوشنبه روی کنی پیتر موی در شهر پیترم در شهر کزنم رستم ندانو همه دارن شیروی نار خودتون میگیرین دیگه روز سوید نمیتین نکی گیرین ای دستون بیا من گفتم اگر از دستون بیا یا بگیری من نگفتم نگیری نو نی سوید تویو پانیمایت ایلی ایتا نید افیر چی افیر با ندارم نمیشد می حاجی من رنگینو ما میپرتم میلش می نمیشه در اینجا آخی حاجی یک چیلی کم نباشه. سلامت باشی برادرم. همجا اگون اپای هسته که زنها را با کار تأمین میکنه یعنی که دامرباد نیست هم خیلی هسته اگون مادر نمیخندی برخواست دشمنات میکفم. آخی اکی بابا جان بعضی اپا و خواهرای ما زنی ازبک شدگیان خوی ما
تاجیکا زنگیری شدیم شما پیش داروی کنید منگه یاردم برین ازبکچه بلمای من خواهر یاردمشی کمک میشه حاجی کم کم شوخی میکنی میگه که اینجا بعضی دخترها و خواهرای ما زن ازبکا شده هستند ازبکا برادرای مسلمان خودمون هستند در اسلام تمامی زن در تمامی مردی که مسلمان باشه اجازت شوهر کردن است یا که مردی از تمامی مسلمانان زن بگیره اجازت است حتی میگه اهل کتاب هم اجازت است اما در حالتی که بچه های خودمون استفاده شون میبرند برادرها من پس زنی نیستی پس زنی ملت خودمون نیستی نو یا مومنت بگم که من پوبلیچنی بچه‌ام هر روزه در معرکه هر روزه در امین راه رو دیده شدم بچه‌هایش خودمون ببینه یا مومنت نشون تو بتیم ده یک خواهر تاجیک از مسکو ای تاجیکستان میاد پاتین میکنه در یگان آشخانه کار میدروه توغری نو افیتسانکا میاره خوراک میاره مثلا میگیم سال زکات سال زکات 5 تا بچه تاجیک میشینه یا 4 تا بچه تاجیک میشینه این مثال است همون خواهر به دختره که نورانی شروع یک کودک داره دو کودک داره یا نداره با سببای گوناگون ای شوهرش دیوشه شوهرش مردگی توغری یگان کورشیدگیش در زندگی اما وقتی در همیجه همون 4 بچه هسته من نمیگم همش از همون بچه ها ای 4 تاش یا تشنیتش میخواه که هم دختره با گفتی کوچگی بگم اکو تو بتیا تو همون دختره در دامش بغلطونه مقصدش چیه همون بچه که همون خواهر نگه داره تو همون سنی با پاستل کشیدن همون پاستل چیه که همون آب میبخشه اگر آبی سفید ریخت تمام او خواهر روزی نو در کار میشه هم یه زوری زوری هفته یک قطش حد نشین میکنه یا مویدگه تمام او خواهر یک بچه را دید بعد شوهر مردگیش یا که شوهر طلاقش کرد یا اگون بی صبری کرد در زندگی جنگجول جدا شد آمد در خونه اکاو دودر زنها ینگوهاش کهلنوش جنگش کردن برمد توغری برمد اومد مسکو از سبب بی صبری که در زندگی صبر نمیکنه یکم بچه بردش استفادهش برد پرتافتش و یا شای او خواهر مقصد خواهر من درست فهمید من پسانی تو نیستن او خواهر یا شای بعد شوهرش اومد خیبال نفس میکشه اگر که او برادر مؤمن باشه او برادر مسلمان باشه در حقیقتا تاجیک باشه که بخواه غمی دختری تاجیک بخواه هیچگاه به نکاح با پاستل نمیکشش پاستل کشید کارش بد کرد پیلوس مینوس 1 ماه 2 ماه 3 ماه خطش از نشینی کرد تمام پرتوفتش او خواهر بود ری بود میکنه یعنی تنه بدن نفس دیگه بچه او جه 5-6 مرد یک خواهر دید 5-6 مرد یک خواهر تاجیک 5-6 مرد 6 مرد اینا 5-6 مرد دید بعد شوهرش آیا از اون خواهر چی میمونه ایمان و جوگای خواب چی میمونه اگر همین 6 مرد خطیش 10 باری هم خواب کنن خواهر تاجیک زنی تاجیک مادر تاجیک کی کردش بچه تاجیک چی میمونه من پس زنی نشوه من همه وقت حرکت میکنم التماس میکنم هر خواهرای در همچنین جا کارای بد میکنن خبردار کنی حتی من در جایش میدونم که بعضی بد اخلاقا هستن خواهرای نورانی و ایماندار بسیار داریم در مسکو من میشناسم شیرای نر من در کارا خیر کمک میکنن الحمدلله اما میشناسم میدونم خواهرای یکی متاسفانه خواهرشو بگم تن فروشی میکنن با میگه بچهای تاجیک نیاره که یا بزیم میکنن میام میقپنم به هم خاطر بچهای عزیز خدا ببخشم بچهای عزیز این وعده من نیست وعده پرزیدنت نیست وعده بابای دوملو حاجی میرزا نیست ایگان ایشونو نیست این وعده الله است دختری کسی را کشیدی با پاستل بینیکو زن یک کس کشیدی زن دختر یگان اولاد میکشن نکنی خواهرایی که در آشخانه ها در رستوران ها افیسانکا کار میکنن حرمت عزت چون کنی میای ها دختره که شروع همین حرکت میکنه همه تاوش بتیه تا برام میبخشی اگر چه استفادهش بره اون گروبیش هم نگم نکنی بتونی مردکی دیدی که همه بیوه شده همه کورا شده همه به شوهر شده بگی زنیش که زنی حلالش که تو همون خواهر از همین بلاها خلاص شوه بتونی مرد جوان مرد
میون تبان زنک رشک زن تبش کن بگی چکو زنیش که تو یک کس استفادهش نبره تو یک داغستان و آذربایجان و دیگر اما نتونستی نکن با عزت نفس یک کس نرس خواهر یک کس نکو این چیزی است که من هر روزه دیده شدم والله قسم علیکم سلام دکتر جون سوزی تنجی نکنی میگیری در همین جا 6 ماه 8 ماه ایزن دور استودای اوجه نفس کشیده شده من زنگیرم همین زنگیری سخت میشه خواهرم میگیره خواهری تاجیک هم میگیره او خواهر بیچاره در یگون والبرز کار میکنه در پیتیورچکا کار میکنه در یگون افیسانکا کار میکنه تا نیکوی منی تو ناموسی منی کار نکو در خونه معنیش منی بیچاره ای پاتین میمونه از خورد و خوراک میمونه همین یک ماه دو ماه 10000 13000 5000ش میتی پاتنتش میسوزه شکمش حامله دار میشه بعد دینگوز میزنی انا زنم جان کار انا تو یگون بهونه افته طلاقش میکنی بیچاره او پاتنتش میسوزه میقپند من در همین سخت رو چند بار پروداکت قطعی حاج قاسم بردگی دیدگیم شوهر دیم کارم اینا شکم دام کرد شوهرم اجازهتم نداد برم پاتنتم سوخت برمادم پاتیورشکا با پروداکت کاپیتان نملیسورستم کردن شوهرم زنگ میزنه میگه تو میدونی زندگی این مومنتوش دیدگیم همه چیزا در روی اکران بگم میگن زبان در دهان پاسبانی سر منم زندگی دارم فرزند دارم میترسم یعنی این بگن نمیترسم دروغه ترس از چیزی است که بعضی متاسفانه چیزایی که در روی اکتر اما روی اکران دا بگو قور ما میکنن دکتر جان من اگر اجازت باشه راضی باشی افیر روی کنم صحبت کنیم دوستی خدا با هم خاطر زنگیری اول همین درنی وانه بدرو اوینچه را بمون با اوینچه برامو عقیبت خشم صحبت که بعد بدرو خواهری مرده که نکاح که خب حاجی رحمت خدا من همون اپه خیرتون در گرانیسا با مشکلی دوچار شدم با خواست خداوند به یاردم شما به منزل من برگشتم شد بعد 5 میدم انشالله خب پدرت رحمت بارک سلامت باشی با هم خاطر برادر از احتیاط باشی مشکلی هست وقتی زن دیم سه میگیری در زندگیت مشکلی میشه یعنی رشک زن یک معنی نه که زن دیم بگیری زن یک فراموش کنی مشکلی میشه سخت از بعضی محل زن یک مدگیش نمیمونه زن دیم مدگیش نمیمونه زن سه مدگیش نمیمونه نو مرد چی ده نمیتونی نگیری خواهش میکنم اسپید نکرستم بخش بچه ها اومد آی پی تیر اومدم در مسکو هم برادر جانم سلام علیکم شیرین علی باوران دشمن بدون نکی فهم بدون دیگه بده سلامت باشیم به همون خودیر برادر عزیز حرکت کنیم تاجیک پس نزنیم به خدا من ملتچی نیستم مسلمانم التماس به قدر ملت برسی دستگیری هموطنی خود موشه التماس خواهش میکنم بله الله برکتون تیا خواهش میکنم التماس صد التماس غمی تاجیک بخری دستگیری همدیگر شه البته ما مسلمانیم اما غمی تاجیک بخری سرجم باشه الله شاید که دشمنی همدیگر نشیم برادر عزیز یک داغستانی یک چچن یک قزاق یک ازبک یا یک برادر ازبکی که میفهمن خفه نشن یک هندو یک امریکانس با هم تاجیکی ده کلمه گام میزنه تاجیکستان با پیش یا یک افریکانس گام میزنه تینش گیروی تینش برات همین زلیم خان بود قریب یک خیلیش پدرش بگیره نو تاجیک خودمو همین خدمت میکنه یک خطا میکنه انسان به خطا نمیشه یگون ذاتی او آدم نمیمونه تمام حقارت فقط با هم خاطر برادرها در باری همدیگر باشه خواهش میکنم التماس میکنم سید خوجا شودیف سید ایجا بسیار هم بچه ها دوست خدا سید خوجا نمیدونم چی نویسته خانه نخوندی
بابا جون آخه اسپید نکردم ای سر نویس من خیلی نگاه کنم حاجی ما رسیدیم سلامت باشید دوستان حاضر زنگ بزنم کی استاد بعدش زنگ بزنم دوستی عزیز الله برکت یا خوب بچه‌ها مسئله دکتر گاو میزنید دکتری یعنی که اورولوگ برای خنک زدگی برای همین چیزایی که حساسیت تیب است و ان شاء الله اگر دکتر بدرویا هم دکتر بره در مترو لوبلینو ای پیش قطعش صحبت کنه ان شاء الله ای پیش صحبت کنه شما بره خطونا نشون بده نگاه کنید بعضی برادرای تاجیکای ما همین خیلانکی تا مثال میگن در یک سال یک انسان یک آدم باید 2 بار 3 بار اپسلیت بکنه دندونش گردوش یعنی که همین ماشین هر سال خدمات می‌نیم خیلی 6 ماه بعد 8 ماه بعد از نظر دکترو بگذره بعد تا یک جوش در نگیره تا یک دندونش در نگیره نمیره در کدام نمبر حاجی بابا من نمره 937 733 93 93 سلام علیکم حاجی موی سر بلند همین خمشه نمیشه ان شاء الله اکا بابا جون التماس بخون سعید خواجه از سر حاضر خود نویس من همجا شما را جدا دارم که کوچی نویسه همجا نویس من گوش کردم بیو میگم نواکوز نیست ان شاء الله سعید خواجه سلام علیکم سومی کوله چشید بس که علی یوسف و هم کوله را پدرش خچه پرسی بس کنی ای بای او بلوگرو خایب شو گرفتن رکلامش گرفتن داف شدن کی پروایم کوله داره الله هدایت کنه بس کنی ای بای بخدا هیچ کس اون پول وای نخورده در پدرش دنده موی سرچسبونی را برادر در نوکزنی سوخی یک موی سرچسبونی برادر جون خودش تای 10 میلیون میشوه یعنی یک کارخانه را برقرار کردن برای لیسانس یک قیمت است پکا اولی در یکترینبورگ نیا دارم چسبونه هوی کنن در یکترینبورگ بعد یکترینبورگ تاجیکستان در ان شاء الله متنیا دارم اگه دیگه شهرش اول نمیدونم ده چیزش میدونم شیرینات حاجی بابا نمرات یک بار دیگه بگو 937 733 93 93 حاجی سلامت باشه سخنای خوب گفتی سلامت باشه الله برکتون تیا که اهمیت نتی میدونیم کولر بس کنی خیلی کولر خداوند زنده باشه صحت سلامت به پیش فرزنداش برگرده اونش باید به حال خودش بیچاره خیلی تاجیکستان چسبون ان شاء الله تاجیکستان ده باید کشوین کی نمیدونم سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز الله برکتون تیا کل موهات ریخت با نه موها نریختن تراشیدمش برادر عزیز بلال علی موفن بس کن برادر تهمت نکن یک چیزی نمیدونی بله بعضی چیزایی که در روی اکران گفتنشون نمیشود بعضی چیزایی هستن دکتر سلام علیکم اینا دکتر بهترین برادر نزدیک مو برادر خوب مو ان شاء الله میدرویا یگون سوالو باشن گاو زنی دکتر جان سلام علیکم چیکار شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینجا خوبه سلامتی خوبه راه اومده است بودم گوش داشتم بسیار سخنای خوب راست میگن اخی بله ما اینا در تجربه هر روز میبینیم که بچه‌ها سیفلیس میشن ویچ میشن بسیار در بین این مردم خودمون حتی دخترای هستن در همین لوبلینا از همین خبر داره بعضی کوارتیرها دا گفتی و گپا چی کارایی میکنن بله برای همین او کسالای هست که توبت نمیشه با بله من یک دختر پیش گفت بعد داوش جواب بزنید یک دختره که میدونم وقتی بدبخت خدا هدایتشون خچی با میخرم کسل است میگه که وقتی خفنج بچه‌ها میگه که من قبیله کسل کردن من پیش خودم شرط گذاشتم تا 1000 کسل بعد کسل سیفلیس کنم تاجیک
بله هست ویچ هم میخه ویچ دیگه حتی یا دختره که قبیدن سیفلیس برآمدگی هست پرویچ نی سیروپوزیتیو نی سیفلیس انا وقتش دادیان 14 روز پیش چه بود میبردن توبت میکردن از این وقت میتیان میگن که باید برای خلاص بله چند بچه دیگه زرازید کرده میگم آخه چی به طریق کردی تو باید میرفتی توبت میکردی در اینجا ترا هیچ که توبت نمیکنه یعنی زورود نمیرسه 40-50 هزاری که گفتی و گپو که تیا خوب کنن توبت کنن توبت سیفلیس 28 روزه پیش میکردن کمی کم 21 روز بازی 28 روزه کی میکنه ترا کی به گردن میگیره میگه مرا کدن کو انا فی عقیده ربی بیا بگی نه که آیا جهاد و دخترم روس میگه همین بچه ها رفته گفتی و گپا آدمای زینوکار او را کدن سیفلیس کدن با او قصب با میگن که یک زن میتونه که گفتی و گپا که صدها کسای کسل کنه غیر سیفلیس گنره میکاپلازما خلامیدیا بعد بچه ها زن میگرن زنش بیچاره بچه میپرته خودش میگن اما سازمون ازور اما بعد رویده ها و ایران شده رفتن میگره برای همین انا بسیار گفتی و گپا که سخنای خوب ما نمیخواهیم همین توجیکی ما کسل شود این ما نمیخواهیم ولی من یک کلو میگن که گفتی و گپو که دکتر انا میریم موسم را از خود میکنیم من برادری عزیز همین سپیسیال نیستیم ما وینرولوژیا بیماری های راههای علاقه جنسی بله تو یا فکر که کجا رفتیستی برای چی رفتیستی این خیلی چیزاش هست ما هم سه کم جا گفتیم از تجربه خودمو از هر روزه و آخری خودمو میگم برات از تجربه روزگار به عرب ما لازمه گفتیم بچه‌ها احتیاط باشین همین دیسکوتک که در پیش کارخانهمون بالاتر میدونیش هر شب بچه‌ها یاش بعد وای ساعت 4-5 هر کدومش کامناتا سینمات کنی ما یاد با پاپیک دایود هست فکرم یا توجیک ایری یا تا دو سه کسا کار زده بودن زمستانی سالی گذشته بود بله این هم دیسکوتک برای چی برای کی گفتگو ایری یا دختر جنگ رو دختر کیم که گرفته برده انا یا با موندی با جنگ آخه همین روسیه کارکنی اومدین همه منم حاجیم مثال دیگر و دیگر همه کارکنی اومدگی که یا ریسک روزی و خونه‌ش تینج کنه خلاص لوبای آدم اینجا یگون کس کسل شوی نومده با یک کسی میگه که چی به خیکری میگه همینجا در نوزنبیل میگه خدا میدیده باشه اینجا در گمان میکنن که اکو نه پدرش نیست هیچ که نیست اکوش نیست کنترل نمیکنن دیگه خدای هم اکو نوزنبیل نمیدیده باشه بله برای همین اینجا گفت گپا شهر مردم مسئله گفتن که یک ازبک بود من در می نویسم میپرتویم ویدیوشو میگن اکا چی با گپ نمیزنی میگم برادرها گپ زدن من دخترم من اگر پیشم بروه من همونجاش میبرم میپرتم دیگه گفتی گپا حیاتی داره دیگه گپ زدن نمیتونه نه که همو انسانم من باوری دارم که پدپیچیکاش تاجیکا هستن میدونم باوری دارم که پدپیسات میکنن با دتگ همو چیزا یعنی همین لوبای آدم لایک موندن و پدپیسات میکنی دستگیریش میکنی بله بله رنگ اینو پیشتا دیگه مردم ها توجیک خودش یک کار میکنه ایدمش 1000 گپ میزنن میلیون گپ میزنن با دکی تنقید میکنن در دیگر ملت خودشون نه همتریناش هم دیدیم بله اینا گفتگو گپا سیمپوزیوم بود بعد مرا کلیگا سوال میتیان آخی میگن استاتیستیک شما دا برای چی سیفلیس بسیاره برای چی ویچ بسیاره تاجیکستان دولت مایده ایکو رازوی مسلمانی گولیایود میگن رازوی شما اون دا اجازت همی علاقه جنسی آدمای بیگانه دا ما میگم که آخی نه اجازت نیست و یا مثال بعضی همه آدم ها پروستا بنام مسلمانن بنا میگم من مسلمانم نه که دیگه حلوبای کار کردن میگیره وای گفتی و گپا شرط نیست که وای مسلمان باشه یا تاجیک باشه آتش مسلمانه خیال نکنه که وای مسلمانه یا آتش مسلمانه خیال نکنه که وای لوبای کار کرده میگرده وای مسلمانه خداوند در قرآن میگه ولا تقربوا الزنا
ба зино наздик нашав. ҳоле ки мебаранд фирев мекунанд, бо ҳаст хабаро ки ҷуроҳошонда таклиф мекунанд, бечора ӯ гуфту гапо чум чӣ шуда мерава ба ҳаму занам ака дора, ота дора, бечора як хелша фиреб мекунанд, ҳатто мебиёранд. Фиреб мекунанд ки ту биё, ина мо аэропорт мегирем та ҷои кор меёвем, гуфту ҳама аэропорт дар ҳақиқат мегиранд, ба усуш ҳаволаш гуфту гапо ки мебаранд, истифодааш мебаранд, аҳволаш бад шуда мерава. Ман ҳама чиза дар экран бировара наметонам. мебия хоҳар гирья мекунад ки ман ҳамин аҳвол доштагим, ёрдам кунӣ. ин бачаҳо мебинанд, намо шогирдум Афзалшоҳ мебинад, мега ака як духтар омадай гирья дорад, мегӯ фарёдиш кун чо кардай, як бачаи ҳамин худмон бо фиреб карад. ина хаку ҷои шумоонда ба фикрум бисёртар мераванд, муроҷиат мекунанд, ҳаст ҳамин чиз. ҳамин обрӯи моя, мо манами берун ай марзем, ай ватанем, яъне мо оинаи миллати худмонем ки охи, ман духтари зур бошам, яъне чӣ мегӯям, тоҷикай самилу чӣ доктора, ё ки ина профессор Қодирова бине байни мисол кафедрада заведующая, чӣ мегӯям, наби профессорай тоҷикай. ҳамин хел духтуро дорем ку, не ки ҳамин хел духтуроя бо ки танқид мекунад, бо худмон танқид мекунем, дигарро таъриф мекунанд. бале бо худмон барои ҳамин ҳаму чизоям, яъне миллати мо хоҳем ки дар ҳамин ҷа обрӯмон хуб боша, ҳар яктамон бояд ай худмон сар кунем. дар инҷа возможностҳо бисёрай, барои чӣ намехонем? бисёри бачаҳоям мегӯм ки то кая кори сиёҳ мекунед, то кая рӯтона сиёҳ мекунед, охир баъди кор 2 соат хонед чо мекунад? ҳаст ҳамихели чизо. ҳеҷ не гуфту гапо ки устодию мисол дигар корҳоя ёд гиред, дизайнерия ёд гиред, яъне беҳтарин кор. ҳамаш устоянд, мисол кор мекунанд. Барои чӣ як каси дига мебия шуморо командовать мекунад? иҷаи тариқи худат дизайнер бошӣ, худат гуфту гапо ремонтник бошӣ, худат ҳама чиза кунӣ, худат ҳама сума гирӣ. Не? ҳамо аҳвол рафтан мегирад. Агар ки мо мисол 15 сол пеша ба ёд биёрем, ина ман дар Россия 20 сол шуд гаштем. 15 сол пеша ба ёд биёрем, дар ҳамин территорияи Москва, инами Санкт-Петербургда тамоми ҷода шаурмаю мисол ҳамихели ошхонаҳо мо камтар надоштем, гӯям ман мешавад. яъне кӣ дошт? Мардуми мисол озарӣ дошт. чикор кавоз бад ва ё бо бизнесҳои калонда гузаштанд. Барои чӣ мо натонем? ҳозир кам ҳаст ку. барои чӣ? Барои чӣ гуфту гапо мо худмона такмил наметиҳем? Барои чӣ якдигармона дастгирӣ намекунем? ба монанди ҳамун як блогера гуфти ку Зенимхан буд ки буд тоҷико гуфту гапо ки гарени гирифт, чикоршон кард? бале бале дили ман бо ба миллати худам месӯзад, дили тоҷик бо ба миллати худаш месӯзад. бо гиҷо медаванд, бо мебиёнд ки ака ёрдам кун ки ҳамтари аҳвол шуда. тамом ин ФМС да 3-4 намуд анализ мегирам, гепатита ба фикр моз наме, ВИЧ, сифлис, туберкулёз, наркотик. 4 намуд анализ. баъд мегӯям ки и дуруғай, и хелай, ӯ хелай. баъд мебиям пешмо жалоб мекунанд. бародар ту зино карда будӣ? ҳо мега карда будам. хайр чӣ даъво мекунӣ? куҷо даъво мекунӣ? барои чӣ даъво мекунӣ? кора кардай? мега ҳама ҷои ӯ тоза буд. тоза буд, ин анализ давр омад ку. наметони ягон кор кардан. мегӯям ку ҷои рафтӣ кори кун ки азиз бошӣ, азиз. яъне ай худат вобаста эҳтиром карданат. ягон каси дига не, як каса маҷбур карда намешавад ки мана биё эҳтиром кун. мешава ҳамихели? намешава. бале намешавад. фақат ба одоб, ахлоқ, маърифат. ман оли дар чизм гуфтам ки аз ҳама мардуме ки мисол дар рӯи ҷаҳон таърихи кӯҳна, таърихи ки беҳад олим, яъне шоирою духтурое ки мисол то асри 20 мо доштем, ягон давлату миллат надошт. забони дипломатияи ҷаҳон забони мо буд. ина давлати империяҳои пештара, мисол империяи Усмонӣ, империяи Рум, инами касе таъриха хондагия, агар ки дипломатияшон имрӯз забони англисӣ катияй ку вес ҷаҳон гиҷои раванд бояд забони англисӣ кати дипломатия. ҳамун забони форсӣ дари тоҷикӣ буд. яъне дипломатия, гуфтушуниди байни давлатҳо.
حتی بعضی کینوها هم امروز هست. چی گپ شد که یعنی بسیار سوال میکنن چی گپ شد که همین احوال ده آمده زدیم، یعنی برای چی؟ برای که اینا یخی تاجیکای ده همین روسیه میبینی گودکش زبان تاجیکی نمیدونه، فراموش کردیم. برای هر کی تاریخ و زبان تا ملت تا دوست داشتی بعد پیش میری وگرنه پیش نمیری. بله اینم جدول امروز میگم که مندلیف کیمیا، اینم جدول مندلیف و عمر خیام، ابو علی ابن سینا، انا ابراهیم بیرونی، انا جورجانی، همه اوج تشکیل کرده بودن نویسته بودن. همین جدول مندلیف این مرد گرفت دوزی جابجا کرد، اینا نامش در جهان در تاریخ موند. اونا میتونستن کرده، میتونستن، نه که چیکارشون کردن، عذابشون دادن. همین خیلی گفتی بود، نه که جهان اعتراف میکنه که به حد علمای زور که بود تا امروز همین خیلی. بگم خیلی عجبه برای همه مردم باید گفتی او گپا که حرکت کنن که خودشون زور باشن، عزیز باشن. چی کتی علم کتی معرفت کتی، داد زدن کتی زور نمیشه. داد زدن کتی فقط خودت شرمنده میکنی خلاص. همونجا میبینیم بعضی آدما داد زده میگردن. انا گفتی او گپا که چون چیکار کرد تا ساعت 12 شب در بیرون کلوله زده میشنن، باید میبینی که آمدن بار کردن رفتن. من ابا میگم که یاردم کنه، برای چی یاردم کنن؟ روز کار کو شب خانه درو خواب کو. بله اینم خیلی کاره. الله برکت یا ما جون همین یک момент اوج جون ما اینا که یگانه بلاگریم که قطعا این شرکتی آغاز میاد، یعنی هم دکترا طولی از سالشید افیسال من کار گرفتم و همه شهراشو میرم در درنی بالنساشو در اپراسیوناشو میدارم در کابینت دیرکتورا و براتشاشو به پرابلم میرم یگانه هستم. خیلی بعضی بلاگرها میان رکلامشون سومشا میگیرن میرم همین من ایت پاس میان سیاه میکنن در پیش همیو یا ما میدونن کیم در پیش همیو سیاه میکنن. ما یک موی سر ده اتاپ موی سر است، ده اتاپش 140,000 میشه. از نوع من گپ زنم برای مقصد شتوب کلینت جلب کردن 20,000 30,000 سکیتشو میکنن. من همیوی که 120,000 بعدش هم میتونم که در 80,000 در 90,000 هم بکنم، یعنی که راهوش هستن. اما حاجی جان میترسم که بگم راهوش نشون میدی با هم تاجیک خدم پسزنی نشه، بعضیش میویا با میفروشن دانی که بابا جان مردم هم ترینشون رسک با این راه شما ارزان کردن میتونه به هم خاطر حرکت مینم میگم خوب مینم گنده مینم تاجیکی خطونم خدی بکشد افتام نه پارتو سرجم باشیم یا جویا باشیم همین قدر میگو اینا دین خو جوال پوبلیش نگیمش یا خوارک بردیان کشتیانش دردش گیروند یعنی ارز موضوع اپیرم اصلا بسر امو خاطر بود، یعنی که امو آدمایی که کار تامین میکنن یعنی دوم خزان که دوم عبور نیستم خیلی میگیرن که کامپیوتر نگاه کنن. ما خواهرا را التماس یک ویدیو باید کنیم، خواهرا را التماس میکنم اول همون زنه که تو میبریش با هم کامپیوتر تعمیرش منی اول بفهمم کامپیوتر نیوریه داره بچه داره دینان هشورن او دختری خواهر بیچاره نمیشه و او بچه بدره زینوش کنه او بچه بدره بکشش دردش بگیرونه کی میفهمه کی جواب میده تو 35,000 45,000 او کورا میفروشی سوما دکسه دادی و یک سومی حلال شه و میواد جوابگری اما جوابگری وای تو باید او کامپیوتر بدونی اول استوریاش پگار یگون رسونه میدونن دا او شو. یعنی که همچنین شخصا هستن بعضی ها حجت ها را علش که بعضی این مرده میشه آدم حاجی گابیسیوش بخشش بچو مرده میشه مرده یگون زنی توجیک بچه توجیک صاحباش ای بابا جان یا که فلانی فلانی همه چخیلی روی نمیکنیستم استیز چخیلی شما هم مرده روی کنم میتونید آخه وای قتل شدگیه وای مردگیه وای اوگالوم نیکو روزکو میکوان تحقیق منن انیق میکنن با کدوم سبب مرده جنایتکار باشه اگر کدوم کشته باشه وای میوان این خودش جنایتکار باشه این هر یک پونتو داره بعضش نوم فامیلش علش کرده وقتی میکشن دینکش میگیرن تماما دیگه فامیلا میبره انا کی یا بکوبیو این مومنتوش صبر کنی مردادور خا احساس سوختنش بیقراری میکنه. این مومنتو است که من میفهمم شو بخدا اینا شهر سنت پترزبورگ کازان راستوم ندونم این مسکو همه جاهاشو میگم ای بچو من سیر پرم حاجی خودت میدونی من جای کار دارم من از برای دل من شهروند روسیه ام نو تاجیکم صد کی با اجابه کنم فقط روز هم وطن میرم برای تاجیک منم ترا نمونه توی خداودام میکنی الله میدونه. بله
هست همیشه من اینجا می نویسه روسیه هر دو شیطان های من بینده. انا خداوند در قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم ولقد زینا السماء دنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. ولی میگه همین آدم ما الحمدلله علم اسلامی هم میدونم، علم طب هم میدونم و دعا میکنم که هر یک انا دختری ما همیشه باشه، هر یک دختری ما همین بچه‌ای که همین گپ گفت مثال میگه شیطان خودش باور که همو کنشه ساز شوشته نمیتونه، کنشه ساز تازه کرده نمیتونه، در خاندانشان باور که پدر و مادرش حرمت نمیکنه. حالا که من همه وقت در حق پدرم دعا میکنم که خداوند پدری من چی آرزویی داره به آرزوهاش رسون. برای چی؟ برای که من عذاب کشید خانان دختر کرد، یا آدمی کم بغل کوشش کرد من خانان دختر کرد، اکم خانان دادرم خانان، یعنی پدرم در حق ما خدمت کرد تا اینکه ما در حق فرزندمان خدمت کنیم. من برای چی امروز میگم که برادرای عزیز خودتان هیچ گور نشده. ولی همین آدمی که شیطان میگه خودش یعنی یگون ولد زنا ممکن باشه، ممکن یعنی انسانی که یک انسان نمیشناسد نمیداند هیچ وقت شیطان نمیگه. تو حال آن که نمیدونی که شیطان چی است، کی است، چی خیل شیطان رانده شد، خداوند چی خیل برای چی شیطان راند. امروز هر یک انسان یعنی من این مردک مثال شیطان میگه خودش نمیدونه شیطان خودش شیطان است نمیدونه، یعنی شیطان در وجودش جا شده است نمیدونه، زنش یک از زنا کرده گشته است نمیدونه. یعنی انسان میگن در یک کس نزن در حق یک کس تهمت نکن که یعنی خداوند تو را چیکار میکنه در همین دنیا یعنی جزا تمیت. برای چی؟ من برای چی مثال آوردم که مردمی ما همش نه هست آدمی که بخیل است. من نمیگم که من سوپر پوپرم منظورم، من برای خودم با سوادی کوچکی خودم برای مردمم خدمت میکنم، با سوادی کوچکی خودم. من نیدم در روی اینمی بین تاجیکای خود مونده یگان دختری تاجیک برآمده باشه ساعت هاش کتی مردمش کتی گپ زنه. من میبرم پیامای افیر میکنم، تلفن میمونم، مردم میگم خواه آفریقا باشه زنگ زنه گپ زنه، من سوالش جواب میدم انا چیکار کنه خودش احتیاط کنه بیمار نشوه. امروز اینمی در افیر خود در افیر دیگه کسان بینید قمار بازا میبراین قمار بازی میکنن، در همونجا همین خیلی آدمی شیطان صفت شیشتگی از پول میپرتاید، بله ملدس شیر نر قورستان یا که یک دنبه جنبان میبراید در همونجا همین شیطان گوکو. برای چی؟ برای که آدمی عاقل، آدمی دانا، آدمی بسواد هیچگاه حقارت نمیکند، هیچگاه. من در یگان افیرم قسم نخوردم، من یگان کسی که پیشم میبیا قسم نمیخورم. میگم هر کی باور میکنه اینه میخه من آدم باور که نمیکنه اینه درای برابر رگم شو. یگان کسی هیچگاه یگان کرده من مجبور نمیکنم. میگم برادری عزیز تو شکایت داری برو آنالیست سپور آنالیز هر چی که گوه همون کارا میکنم. بله یگان کار دیگه نمیکنم. گفتی و گپو من میگم که امروز میبروی میگی که مردم فلان کارا نکنه یا مردم اینمی یک مرده روی کردن یا مرده همون شیطان گوه که بر در پیش مرده من باور که 10,000 میری ها یگان کار دیوردم کرده نمیتونه، منه بسته نمیتونه. من دیدم همیشه آدمی که گفتی و گپو که قطیم اون بود تنقید کرد طرف اون داد زد سری مرده رفته منه بسته نمیتونه، میترسه نزدیک نمیشه مرده ده. من دیدی برادر چی خیله دیدی چی خیل وزمینه اینمو آدم ها فکر کن که چی خیل وزمینه یک کسا به یک جای روی کردن کار یک کسا سومتی کار تبود نمیکنن، سومتی روزی در مصیبتی سومتی کار تبود نمیکنن. برای چی در حق یک کس میگی شیطان های، برای چی میگی مشینیک های، برای چی ها امروز گفتی و گپا یگان کس به پول کار یگان کس بود نمیکنن. ولی من میگم که تو این پول گرفتی چی به او بله هر یک کار مزد خود چه دارد، هر یک کار مزد خود چه دارد. یگان انسان خانی یگان انسان گفت شکتورش به پول نمیکند، الکتریکش به پول نمیکند، حتی همون توالتی که آوش ما میجوقیم به پول نیست. اوی که میکشیم دستمونه میشویم او چوچه کار میکند. برای که روشانه سیاه میکنن میدونن در همین جا گفت همین یک آدمی خدمت کنه مثال حاجی باشه یا یک کس دیگه باشه یک کس دیگه باشه بعد دلش خنک میشه
میگه بیا همین مردم گفتگو گپا با حقارت میکنن، با دشنام میکنن، با یگان کار حکم میکنن. بیا همین تینج گردم این همیشه اینا با مانند مثال همون پسردنیکایی که کار میوان بسیارن من همو نگاه میکنه گفته که و یا پروست سومی خودشون میگیرن تگی و یا نمیکوان نمیپرسن گفت خواهی اون که رفته دیدگی نیستن. یا خواهری توجیل میره در همونجا مثال بعد او را نیمیشه یا حلکش میبیا مست و حلست چون چی کارش میکنه او ایدستی او کمپیر هیچی نمیبیا خبردار نیستن یعنی نمیپرسن تکش نمیکنن که همین آدم ها بگذار نگاه بین میکنه چی условия какой договор چخیلی договор کدوم نمود договор круглосуточно نمیسته همینجا یا که سهر تا بگه هم میشینه میروه چی کن یعنی چی کسان این خونه کی میدرویه میبرویه غیری اوچش در کی در باید کشاید در کی باید نکشاید. شما представить کنید بعد مثال میگن که انسان باید ای خر فرق کنه ای خر نه که انسانی به معرفت خر است نه که خر او انسانی به معرفت خوبتر است. برای چی؟ برای که خر منفعتش میرسه انسانی به معرفت منفعتش نمیرسه به کسی. من گفتی او گپا که نمیفهمونده من بسیار میشوه ای فیروده بعد یا با نامی خودش کتی نیست اما آدمی که جنجال میکنه یا که مینویسه تو شیطانی ماشینی که حرام کری خیلی خیلی نامی خودت کتی برو من نامی خودم کتی میبرم اینه مردک نامی خودش کتی میبروه یک کس نامی خودش کتی میبروه. ما میگم چی شکایتی داره گفتی او گپا ما تلفن من هست که زن وقتی افیرده که کتی ما صحبت که اورنگی او یا بچه که ما را حقارت میکنه میگه یا چیزه بعد وقتی که گفتی او گپا برام میکنه همو جاش بعد میبیارن خودش قایل میشه که اکا جان میبخشی ما همین خیلی در حق تو همیشه گپ گفتیم آخی میگم من یکم بار نگفتیم که رنگی یا خیلی که خیر او کیف که بعد خودم هستم نه میگم کسل نشو این مرده که هم میگه که جنایت نکنی همین دولت رفته فرمان داره روسیه باشه امریکا باشه گفتی او گپا ترکیه باشه یا هندوستان باشه که جایی هم که نباشه ما با چی نشان میتیم خودمون با معرفتمون با علممون آدم علمدار چراغه در یگانجا خار نمیشود در لوباجو برای های احترام کردن کتی یعنی چی ما پیش میریم برای چی دیگر ملت میتونسته ما نمیتونستیم برای چی سوال چی به هر سال یک چیز ایده زدن گفتی و بین توجیکای خودشون فقط راز بود زور فقط توجیک خودشون ده میرسن دیگر ملت چیکار میکنن اکجان برات جان گفتی و گپا که نمیخیلی توجیک خودشون با میبیا گفتی و گپا که بازارم میکنن ای اکا اصلا همی خیشده یک الله هدایت میکنه یک چیزی که شکستنش آسانه اینه که موش که کرده مورانه میشکنه ایش کرد همین میخوانم گفتی و گپا که کیف میکنم یک چیزا داده میگم من میگم که من اجر فقط از الله طلب میکنم از بندش من هیچی نمیخوام نیک کرده باشم نیک میبینم بد کرده باشم بد میبینم چخیلی که گفتم که این دازی همین ملت های همین چیز میگن که این دنیا بومیرنگه هر چی کردی با خود کردی خواه بد کردی خواه نکردی تا میخوره میبیا چخیلی که گفتن که زینا قرضه دختر یک کسکری دختر تا میکنن زن یک کسکری زن تا میکنن مادر یک کسکری حتما میکنن و این کانه فاحشتون یعنی تو انتظار باش وعده خداونده میگه که تو انتظار باش در سرت بارانی بلا میریزد توبه نکنی خیلی توبه کنی خداوند خودش به همه چه قادره غفوره رحیمه قهاره همش در دستی خودشه توبه کنی شینی گریه کنی خداوند میبخشد نه که گفتی او گفت که ای خیلی تو گریه با بین جرات در نقل کنی گردی او خداوند گفت در همون تفسیر میگه که ذره هایی هست که با چشم عادی دیده نمیشود چرا در نظر دارن 1400 سال پیش امروز مدیسین میگه که آن ذره‌چه ها خلامیدیا یا ویچ یا سیفلیس یا میکوپلازما یا ریوپلازما ما با چشم عادی دیده میتونیم نمیتونیم با چشم عادی دیده
تو لابراتوریا نبینش الکترون میکروسکوپ PCR تست یک دنیا گفتی او گپا که تشخیصات شما قایل شوی که گفتی او گپا که یعنی گناه کردی جوابش میگوی خداوند بیدرک نگفته است. الله برکت دکتر جون یک سوال میتیم بعد پاکیدت میکنیم یعنی که از برای خدا گپ زن خوب آجی جان که سی مدیسین است من مقصد همین سی است از برای خدا گپ زن که هم بچهای تاجیکان اگر گوارست که نو درمادی الحمدلله خدا داونو میشناسم این همجا در جراحی مثال گپ آجی بچه‌ای پیش نبیننش این همین جراحی خانه‌ای که دکتر مقصد موی سر همین موی سر چسبانی از دیدگاه اسلام شو فهمیدم حاجی میرزا را گفت همش که مقصد از خود داخل همشه از دیدگاه مدیسین یگان ضرر داره نداره اخی یک چیز میگن красота требует жертв допустим да میگن تو یعنی خوشرو بودن یعنی چیزی که یعنی رستخواد طلب میکند این مجبوری نیست من امروز بینی راست میکنن دیگر کارو میکنن допустим همین موی سر چسبوندنش اگر تاریخش گیریم 15 سال شده است من گفتم 15 سال شده است 10 سال اخیر اوج گرفته است بله هر یک مرد میخواهد که این مثال انا لوبای آدم موی سر داشته باشد فقط میگه در حسن خدادادی اگر تغییرات وارد نکنیم اینم گفتی او گپ نشد ضررش میگم که من چند جای گفتم انا امکان داره контактно аллергический дерматит امکان دارد سبرین درماتیت یعنی از این هیچ کس страховка نیست مثل لوبای اپراتسیایی که یعنی осложнение دارد لوبای اپراتسия осложнение دارد аппендицит هم осложнение دارد یا گفتی او گپ воспалительный процесс رواد انا چولبوری هم осложнение دارد همین یک جا تا میبوری هوای هم همین موی سر چسبوندن هم یعنی میتوند اوریزه تید میتوند نتید هر آدم ارگانیسمش هر خیلی قبول میکنه برای همین این ما باید روی راست گپ زنیم این همین گفته بود این سوال چند برادرای هم داده بودم که برادر هم میگه من گفتم همین خیلی لوبای اپراتسیا میتوند اوریزه تید میتوند نتید یعنی این وابسته است از همون تازگی اینسترومنت ایرا لوبای مثال انا زاکونی اسپتیکا انتیسپتیکا کسل باید رعایت کند بعد جراحی یا پیش از جراحی انالیزوش سپرد یگان کسل نداشته باشد نه که اگر مثال کسل سیفلیس باشد یا کرمو پارازیت داشته باشد پرسات کم کند موی سرش میریزد پیش اوای باید چیکار کند باید تشخیص کند این همه قگپ خلاص بله پیش جراحی جا انالیزو دارن انالیزو را میگیرن همشه مقصد در همیجا میکنن جابجا میکنن اتویت میگیرن بعد چیکار میکنن بعد جراحی میکنن دکتر همجا آدرس بسیار پرسیس دادن خود گپ زدی امین ندادی آدرس بگو که بچه‌ها بسیار میخوان پیش در نزدیک برون بسیار بیماری داشتن کانال امام دکتر الیاس سالیوف دوران آدرس هم نوشتگی در یوتیوب کانالم نوشتگی که دکتر الیاس سالیوف بچه‌ها همی چرا مترو لوبلینو که اومده همی ulica چی بود جاش ما در مترو لوبلینا سمیانسکی 3 کورپس 1 سمیانسکی 3 کورپس 1 برادر است درگیجو در تا یک دوم است تا دوم است برادر پیش آشخانه ده آشخانه حلال نه که مردم کسل نشوند با نگوان که افری مردک برامد خودش رکلام نه یگان رکلام نیست من نمیخوام که ملت من کسل شوه من نمیخوام همین چیزا سالم باشن نه که خدمت میکنه بله الله برکت دکتر جان بهترین سخنا گفتی الحمدلله ما را مقصد از این ان شاء الله بچه‌ها اگر خواهرای بدونه که استفاده میبرن یا که کار میکنن در همین ساحه پسریدنیکی که با خواهرها را کار تامین میکنن البته کاری به حلال است اما تگ توچه اون بیمار بیابان کی از او کامپیر مسافید یا که همون جایی که خواهر را میبینن پگرز خواهرها را نکشن یا که زنا نکنن بعد دیگه او خواهر گفته بیام در پیش گناهم قایلشم شوهرم طلاق منه یا بی آبرو میشم بسیار چیزا خبر نمیکنن با هم خود ایتسو شیلگیان احتیاط باشه التماس برسونه با هم خواهرها را با مول ویدیو میکنم میپرتم با قدر امکان خدمت میکنم ان شاء الله خدمت ما همچنین است دکتر جان الله برکت کنه بچه‌ها همتون مردم انا خودتون احتیاط کنید امان الله باشه هیچ گاه سرتون درد نبینه نه که دیگریتون احترام کنید دستگیری کنید
خدا وقتی گابون سلامت سلامت باشید. باشی. یک دیگه بگم او بچه که پیش اومداد کو گفتیش تاجیکستان برا برای بله گوشت بله اما سیفلیس شیرود چی داد بیچاره او زنگ زد ایدرنی بالیسا چشم پشم کافی ده همه خواب ده همه جدیس دوزی هم یا پارا پول بیطرف شده نه و یکم سلام معلوم بود خدا بله نگهدار. الله برکت ده. تو بچه ها عزیز سلامت باشه با شما بود بابا جان 88 کدمت که موی سر چسباندنی در شهر کازان در شهر سنت پتربورگ در شهر رستون-на-Дону مسکو مترو بلاروسکی مترو نیکراسوفکا همه شو در این رقمو در پایین این نظر نوشتگی اسکرین شات کنی از 4 طرف سرتون صورت بگیرید در واتساپ شون روی کنی چیکار کنی از تاش از نوم بابا جان 88 گپ تو شما را سکت کنه شروع خوب با حضور گپ زنی بیوی از نوی بابا جان گپ زنی دوستان موی سرتون بچسبونی یگان فکری بد نکنین ان شاء الله بچه‌ها کرده استودیان الحمدلله نرخ نوارشو ای 70000 تا 140000 دیگه قیمت نمیشه خوب اگر که با از نوی بابا جان گپ زنی ان شاء الله شما را البته سکت کم میکنن بخیل نشوید گپ زنی خدمت موی سر دارید از همین موی سر چسبونی ای سیونی ماه اوست ان شاء الله شما صاحب موی سر میشوید ان شاء الله خوب دعاگو باشه الله برکتون بده رحمت که همراه ما قریب 1 ساعت چند قدر بده ما هم حرکت کردیم به قدر امکان با شما چیزی که پلیز نبود به شما رسوندن الله برکتون بده الحمدلله که ما هم به قدر امکان کار کردیم سلامت باشید شیرینات نواهای نو رو انتظاریم سلامت باشید هر وقت نوار میکنیم افیر میکنیم دستگیری شوی بچه‌ها تاجیک ختونیم مسلمان ختونیم الحمدلله به قدر امکان برای من گوش اگر کار دارم سوما میام زندگی ما برده استم الحمدلله از روی حلال توش تو تحمد میکنن الله هدایتشون کنه سلامت باشه هزار رحمت خدا ما حاضر در مترو بلاروس کیم برادر عزیز اینم جد برادر تاجیک اینا یک تاجیک در جراحی کرده است الحمدلله دکتر امونوف یک تایگش اینا در اینجا جراحی کرده است خوب برادرای با حاضر یعنی که دو جراحی خانه دارم من همراهش رو کار کردم ان شاء الله کلینیکش آغاز میدینم اینجا خیر پریسات کاولوسینا اینجا خیر کلینیک است که نو آغاز میده کابینت جراحی دارن همش الحمدلله دکتر بهترین الحمدلله اینجا کار کردن دکتر امانو قدی نخمو چسبونی که نخمو چسبونم هست بچه‌ای که به مو نمیتونه هستا که هم تو آموختشتن نو مو چسبونی بعد میفهمه که بکی کاش که بر وقت میچسبونم الله برکتون تیا الله خیرتون تیا ان شاء الله دوستان با صحبت میکنیم خودتون نگاه کنید ما را مخصوصا سفر داریم با میریم با گام میزنیم خوب هر سه بود به خاطر خدا بود سلامت باشید هرچی گویم که نگفتن بهتر است زبان در دهان پاسبان خودتون احتیاط کنید شاید خودتون احتیاط کنید السلام علیکم سلامت باشید